حکایت ما همیه که پسر ما که دنیا گذشت مالیو در این شهر کلوب قانون حمایه آدم خیلی نبوده است. برای که خیلی بگم برای که آدمی که جنایتکار او را سود نمیدن، آدمی که چی است چی همین بیچاره همین نکشته همین را مجبورن. ما هم چون پدر نوروچو تو همین قرار پراکرور همین چیزایی که قانوناً یگان مایده ایمو در خانه ما رفتگی نیستن بگن که یه بچه همین بچه ترا کشتن یا نه ما را یگان کس فایدور نه یگان کس ایمو پرسون شدگی نیست فقط غیرت همین مکتب همین نیستود رحمت با او که با ما همین دو ما ایو چونه رفتیم در ما را میان یک بیل برداری میکنن فقط این سردارای حکومت باشد این سوت پراتور باشد فقط ما را مجاق کردن ما را یگون بار نپرسیدن که یه بچه چه یگون بار نمیگه که خاراکتریست که بچه شما خیلی گرد در این کلوب نبوده. یعنی شما میگین که همون پسری که پسروی شما را کشته بود قاتل نیست؟ نه او هیچ وقت مادری همون را بری رحمت میآید مادری همون بچه را بری رحمت میآید آدم داره میکشه حیاتن سود نمیکنه و بچه ما نفهمیده و ندیده دشمن را چیز فرق نکرد و اگر همو را چه گفته است که خدای جو این قیامت از او من بکشم گفته است لیکن دوست داشت من حقیقت نبوده گفت. چی گفت بچه‌تون رفتی سود دارید یگان گپ گفت چی گفت؟ گفت که آچه گفت ریب خوردم گفت حقیقت نبوده تو حاضر خطاش همونجا دست زودم شوک چیزا خطاش گفت حقیقت نبوده دوست داشت من فرق نکردم مرا ریب کرد. یکمی نویبر فرزندی مرا حکیم جونا جهانگیر اسکندر و طریق زنگ تلفنی از خونه برآورده. دخترچه ما در این گذشت 11 فوریه دخترچه مادر 4 گذشت گذاشت ای حالت استفاده بوده دیلا را تمام آوردن در سود سپاریدن خیلی سود دیلای تیار میبینه آخی سود یک فقط همو را گناهگار کردن اما امیرخانی حاتم شب 22 نویبر بچه من خیلی دید ولی من او را بوم ای نزدیک دیدگی نیستم در قشلاق رو بگریزن همه میدونه تا جناب عالی را همین کشتاری دانشجو را میدونه